یک قلم به شما میگم 2 میلیون ایرانی ما اونجا داریم. مطمئن باش من از دل اونها سرویس چریکی در میارم علیهتون. این رو خوب شما خبر دارید. اگر 11 سپتامبر رو نگاه میکنین شما اینقدر ضربه پذیر بودید که 4 تا عرب عربستانی که روح سلحشوری نداره تونستن این چنین بنیان شما رو به خطر بندازن. شما با ملتی روبرو هستید که عقبش عمیق‌تره. فراموش نکنید ما 7000 دارنده درجه PhD توی آمریکا داریم. شما چقدر از اون افراد رو فکر میکنی آمادی؟ اگه 11 نفر تونستن 11 سپتامبر رو به وجود بیارن، شما میدونید که این امکان برای ما وجود داره که اقدام کنیم. ما سلاح اتمی نیاز نداریم. شما 6000 کلاهک اتمی تو خاکتون دارید. اون 6000 کلاهک اتمی آماج طراحی های ماست برای اینکه در اونجا جنبش های چریکی برن همونا رو منهدم کنن، نه جنبش چریکی ایرانی. از تمام کشورهای اسلامی میتونی همه رو از اونجا اخراج کنی. ما روی مکزیکی‌ها هم داریم کار میکنیم، رو آرژانتینیا هم داریم کار میکنیم. هر کس با آمریکا مشکل داره ساماندهیش میکنیم. بهتره وقتی سایت مرکز ما راه افتاد دوستان آمریکایی آدرس سایت ما رو داشته باشن. ما پاشنه آشیل آمریکا رو طراحی کردیم، تمام نقطه ضعفاش رو، تمام نقطه ضعف‌های سرزمینی، دریایی، هوایی، تکنولوژیک و گزارهای دیگر رو معین کردیم. آدرس میدیم به سازمان‌های چریکی جهانی. آمریکا آسیب‌پذیری‌هاش کجاست؟ اتفاقا انگلیس رو هم دپارتمانش رو ایجاد کردیم، بخش فروپاشی انگلیس رو هم در دستور کار گذاشتیم. قول میدیم تیشرتش هم بزنیم، تیشرت تجزیه ایالات متحده.